بخشیده به 31مین سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، کارمندان جماعت شهرک دوستی ناحیه جیهون به دیداربینی سربازان دیدبانگاه سرحدی آزادی رفتند. نخست مسئولین و مهمانان سربازان این دیدبانگاه سرحدی را که در مرز وطن صادقانه ادای قرض فرزندیشان را به انجام رسانیده ایستادند، تبریک و تهنیت گفته برایشان سربلندی و شجاعت و در پیشبرد خدمت حربی برای کامیابی ها تمنا نمودند. گفته شد که محض خدمت صافدلانه افسران و سربازان شجاع دیار است که امروز مملکت ما آرام و آسایشته بوده، ساکنان در فضای صلح و ثبات زندگی و فعالیت نظررس دارند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای مستحکم سازی بازه مادی و تکنیکی جزو تامهای مملکت همساله تدبیرجویی نموده، شرایط مساعد برای افسران و سربازان قسم‌های حربی فراهم می‌سازد. در این دیدبانگاه نزدیک سرحدی نیز تمام امکانات برای بدوباش سربازان به طور ضروری مهیا کرده شده است که امروز مرزبانان قناعتمندانه ادای رسالت مردانگی خود را انجام می‌دهند. در دیدبانگاه سرحدی ما همه شرط و شرایط فراهم آورده شده است. ما سربازان میانه‌داری خود را به پیشوای ملت به همه مردم جمهوری تاجیکستان میرسانیم. ما جواباً به همه این غمخوری‌های پیشوای ملت در مرز و بوم کشور صادقانه خدمت خواهیم کرد. مادران چند تن سربازان در این روز از حال و احوال فرزندانشان در این دیدبانگاه سرحدی با خبر گشته میانه‌داری خود را نسبت به دستگیری‌های حکومت و دولت بیان داشتند. ما مادران از دیدبانگاه سرحدی ناحیه جیهون از فرزندانمان که خدمت مادر وطن کرده ایستادند دیدن کردیم و از جای خوبشون، از رختای خوبشون، از خدمتاشون که چخیل خدمت کرده ایستادند، از خوراکشون دیدن کردیم. به حد نسبت به سالهای پیش فرقیت کلان دارد. به مادران، به اپاهامون مراجعت کرده گفتنیم که فرزندانتان را برای تربیت خوب کردن و برای راست هدایت کردن ما مادران حتمی اولین درجه باید فرزندانمون را به خدمت مادر وطن رهسپار کنیم، چون که این قرض هر یک مادر در پیش وطن است که فرزندانمون برای راه درست تربیت کردن. این یکی از قرض بالاترین مادران ما هست که تربیت خوب گرفتن، این یعنی که در خدمت مادر وطن بودن است. در این روز به خاطر بالدروهی سربازان خانه ایدانه آراسته شده، همزمان با برگزاری برنامه رنگین فرهنگی سربازان زیر صوت و نوای مطربان بخش فرهنگ ناحیه تا دیر باز خوشحالی نمودند.